دوستان سلام. آقای موتور اسفایوم لاکی 185 هستش که یکی از ضعف‌های کارخونه این موتور و دلیل اصلی زمین خوردهش اینه که ترمز عقب به جلو وصله. یعنی شما موقعی که ترمز عقب رو میگیری تقریبا 50% جلو رو هم داری میگیری و این تو پیچ و جایی که خیسه خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه و واسه همین ما یه حرکت دیگه میزنیم. این شیلنگ از اینجا هدایت شده اومده جلو به این دستگاه وصل شده. یه شیلنگ هم دوباره از این دستگاه به این صورت از این سمت موتور اومده و به ترمز عقب وصله، به پمپ. در این حالت ما این شیلنگ ها رو از هم جدا میکنیم، یعنی ترمز جلو واسه خودش جداگونه بگیره و ترمز عقب هم جداگونه که یکی از ضعفاش برطرف میشه و دیگه به اون صورت زمین خوردگی نداره. دوستان اسفایوم تمام شد، نتیجه کار رو با هم داشته باشیم. خب چرخ جلو رو میچرخونیم، ترمز عقب بزن و دیگه از هم دیگه جدا شد. اسفایوم سواره از این لطفا این مورد رو چک کنید، متوجه میشید که ایراد داره یا نه.